سلام، اومدیم موزه خوشنویسی ایران. موزه خوشنویسی ایران واقع در خیابون شریعتی بالاتر از خیابون انقلاب در بنبست فولادونده که متعلق به غلامرضا فولادوند، نماینده شاهرود در دوره 15 و 16 مجلس شورای ملی بوده که بعد تبدیل به موزه شده و در سال 96 افتتاح شده. شامل 200 اثر زیباست و جالبه بدونید که استاد خوشنویسیم رو من اینجا پیدا کردم و در حال حاضرم مشغول یاد گرفتن خط هستم. دیروز استادم میگفت تازه بعد از سالها خوشنویسی کردن و استاد شدن 2 مرحله هست که خیلی از اساتید هرگز بهش نائل نمیشن. یکی مرحله صفا و دومی شأن. مرحله صفا به حال خوب خوشنویسی اشعار بزرگان اشاره داره و مرحله شأن هم اینه که خط خود استاد امضای کارش باشه بدون اینکه اسمش پایین کار نوشته باشه، مثل تمام هنرهای دیگه. با این تفاوت که یاد گرفتن خط بسیار طولانیه و روشش سینه به سینه.